امروز داخل این ویدیو ما اول از همه میخوایم در مورد شهر کلات و داستان قرارگیری و قدرتگیری بلوچ‌ها داخل این شهر صحبت میکنیم و سپس هم داستان حکومت خانات کلات و این سلسله رو داخل این شهر به صورت مفصل توضیح بدیم. اما اول از همه در مورد این صحبت کنیم که اصلا چی شد که بلوچ‌ها به فکر تشکیل یک حکومت مستقل و یکپارچه افتادن، چرا که اغلب خصوصا در قرن‌های 13 و 12 میلادی اگه نگاه بکنیم بلوچ‌ها بیشتر حکومت‌های قبیله‌ای داشتن تا اینکه یک حکومت مستقل و یکپارچه. اما چی میشه که به فکرشون خطور میکنه که یه حکومتی تشکیل بدن؟ حقیقتاً اواخر قرن 14 میلادی، اوایل قرن 15 میلادی همزمان با تأسیس سلسله صفویه در غرب بلوچستان و همچنین قدرتگیری مغول‌ها داخل هندوستان و امپراتوری قدرتمند گورکانی‌ها در شرق بلوچستان و همچنین دخالت کشورهای اروپایی مخصوصاً انگلیس در حوزه دریای عمان، خلیج فارس و مناطق پیرامونی آن. حضور این سه قدرت در منطقه، یعنی انگلیس، حکومت صفویه و امپراتوری گورکانی هند، باعث میشه که بلوچ‌ها احساس خطر بکنن و طی یک روند زمانی نهایتاً به سمتی برن که حکومت خانات کلات تشکیل بشه و یک سلسله یک پارچه و منظم برای حکومت کردن در بلوچستان تشکیل بشه. اگه بخوایم به طور خلاصه بگیم، اولین کسی که به حساب شهر کلات رو فتح میکنه میر عمر میروادیه که از بلوچ‌های براهویی به حساب میاد. اما نهایتاً میر عمر نمیتونه که کلات رو نگه بداره، بلکه در اثر تحولات سیاسی حکومت شهر رو از دست میده. اما نهایتاً در سال 1666 میلادی که با روی کار اومدن میر احمد خان کمبرانی، حکومت کلات به صورت کامل به دست بلوچ‌ها میفته و این سلسله به صورت طولانی بر شهر کلات و این منطقه حکومت خودش رو شروع میکنه. میتونیم اینطور بگیم که قبل از اینکه مغول‌ها و بلوچ‌ها به این منطقه بیان، خاندانی هندو در اونجا قدرت داشتن به اسم خاندان سیوا. بعدها مغول‌ها با ورود به این شهر و قدرت گرفتن در کلات، این خاندان رو از حکومت شهر کلات برمیدارن و حکومت رو خودشون به دست میگیرن. نهایتاً هم بعد از مغول‌ها حکومت به دست بلوچ‌ها میفته. اول بلوچ‌های میروادی براهویی و بعد هم کمبرانی‌ها که نهایتاً اسم خودشون رو به احمدزئی تغییر میدن. در واقع با تأسیس خاندان احمدزئی توسط میر احمد خانه که سلسله خانات کلات قوت میگیره و به صورت معتبرتری تشکیل میشه. اما تا قبل از اون هم ما اتفاقات زیادی رو داریم و شاهان و حکام مختلفی رو به صورت پراکنده داخل شهر کلات مشاهده میکنیم. یعنی از حدودای 1410 هجری تا 1666 میلادی که سلسله خانات کلات تقریبا به صورت رسمی تری تشکیل میشه، طی این فاصله اتفاقات و رخدادهای پراکنده‌ای داخل شهر کلات اتفاق میفته که ما قبل از این که به احمد خان و تأسیس سلسله خانات کلات بپردازیم، سعی میکنیم این بازه زمانی که تقریبا به صورت پراکنده افراد زیادی داخل شهر کلات قدرت داشتن رو توضیح بدیم. خاندان سیوا قبل از خاندان‌های مغول و بلوچ بر شهر کلات حکومت میکرد. در این رابطه اینطور گفته میشه که بلوچ‌های براهویی در واقع اولین بلوچ‌هایی هستند که به منطقه کلات پا میذارن و اولین بلوچ‌هایی به حساب میان که داخل این شهر ساکن میشن. مغول‌ها با کنار زدن خاندان سیوا قدرت رو در شهر کلات به دست میگیرن. بعد از مرگ میر کمبر، یعنی زمانی که میر میرو
یکی از نوادگان ایشون به ریاست قبیله براهویی میرسه، میر میرو با حکام گورکانی مغول داخل شهر کلات متحد میشه و تعداد بلوچ‌های داخل شهر کلات رو توسعه میده و همچنین به بلوچ‌ها کمک میکنه که از مناطق مختلف دور و اطراف به شهر کلات بیان و مستقر بشن. اما بعد از مرگ میر میرو، زمانی که میر عمر پسر ایشون به ریاست قبیله براهویی میرسه، خاندان‌های مغول داخل شهر کلات گرفتار جنگ‌هایی میشن و رو به ضعف میرن. میر عمر از این فرصت استفاده میکنه و نهایتاً با حمله به زنون بیگ حاکم شهر کلات موفق میشه زنون بیگ رو شکست بده و حکومت رو در کلات به دست بگیره. اما با به قدرت رسیدن میر عمر داخل شهر کلات، سایر بلوچ ها و سایر طوایف بلوچ که تا الان خیلی چشم داشتی به شهر کلات و حکومتش نداشتن، به فکر فتح شهر کلات و غنایم اون میافتن. در واقع میر بهرام لاشاری به همراه میر شیحک رند سپاه مشترکی رو تشکیل میدن و به کلات حمله میکنن. اونها موفق میشن با شکست میر عمر قلعه رو به تصرف خودشون در واقع این جنگ رو میشه یک جنگ داخلی بین بلوچ‌ها در نظر گرفت. اما اونها بعد از اینکه قلعه رو مشترکاً به تصرف در میارن، برای اینکه بینشون درگیری و اختلاف پیش نیاد، داخل شهر کلات ساکن نمیشن، بلکه قلعه رو به حال خودش رها میکنن و به سمت سایر فعالیت‌ها و اهداف خودشون میرن. که از جمله فعالیت‌های این دو سردار بزرگ میتونیم فتوحاتی رو در سند و سایر مناطق مثال بزنیم. اما خب از بحثمون در رابطه با شهر کلات غافل نشیم. تا اینجا طبق چیزی که گفتیم، بعد از رها کردن شهر کلات توسط دو سردار بلوچ، این شهر بدون حاکم باقی میمونه تا اینکه بعد از سالها میر بجار فرزند میر عمر میتونه یک بار دیگه قلعه رو به تصرف خودش در بیاره و حکومت رو به دست بگیره. اما میر بجار شخصیتیه که خیلی به حکومت و حاکمیت علاقه نداره و این رو یک وظیفه سنگین میدونه. همچنین بیشتری شخصیت مذهبی داشته تا شخصیت فاتح. برای همین تقریباً بعد از مدتی حکومت رو رها میکنه و برای انجام سفر حج و سایر کارها به زندگی قبیله‌ای و کوچ‌نشینی ادامه میده تا اینکه بخواد به حکومت در شهر کلات برسه. نهایتاً میگذره تا اینکه یکی از سلسله‌های مغول دوباره به کلات میان و حکومت شهر کلات رو به تصرف خودشون در میارن. در واقع بار دیگه بعد از چندین سال ما شاهد حکومت مغول‌ها در شهر کلات هستیم که البته این بار جمعیت بلوچ‌های داخل شهر کلات مثل قبل نیست و جمعیت چشمگیری داخل این شهر ساکن شدن و همین مسئله باعث میشه که این حکومت مغول‌ها داخل شهر کلات به جز چند سال بیشتر طول نکشه و نهایتاً بعد از شورش بلوچ‌ها اونها موفق بشن قلعه رو به تصرف خودشون در بیارن و این بار میر حسن رو به عنوان حاکم خودشون مشخص کنن. اما نهایتاً میگذره و بعد از گذشت 100 سال و حکومت حکام مختلف بلوچ داخل شهر کلات، نهایتاً میر احمد خان اول به عنوان حاکم کلات مشخص میشه. میر احمد خان در واقع اولین کسیه که به مقام پادشاهی در کلات حکومت میکنه و همچنین میشه گفت که مؤسس سلسله خانات کلات هم به حساب میاد. اون در طول مدت حکومت خودش جنگ‌های زیادی رو به انجام میرسونه و منطقه حکمرانی خودش رو وسعت میبخشه. اما قبل از اینکه بخوایم به نحوه حکومتداری و سازمان‌های سیاسی اجتماعی حکومت خانات کلات بپردازیم، تا اینجا یه خلاصه‌ای رو مطرح میکنیم. اول خاندان سیوا از هندوها در شهر کلات قدرت داشتن که نهایتاً با اومدن مغول‌ها این خاندان از قدرت کنار میره
و مغول‌های گورکانی قدرت رو به دست می‌گیرن. بعد از مغول‌ها هم میروانی‌های براهویی که یکی از شاخه‌های براهویی به حساب میان در سالهای 1410 تا 1440 میلادی حکومت رو در شهر کلات به دست داشتند. بعد از میروانی‌ها کمبرانی‌های براهویی از 1440 تا 1460 حکومت رو به دست می‌گیرند و بعد از کمبرانی‌ها بار دیگه میروانی‌های براهویی از 1460 تا 1483 میلادی حکومت رو به دست می‌گیرند که در واقع این حکومت دور دوم میروانی‌ها مصادف با میر عمر خان که در رابطه با ایشون توضیح دادیم و نهایتاً هم همونطور که گفتیم سرداران رند به میر عمر خان حمله می‌کنند و بعد از ظهور یک جنگ داخلی در بین بلوچ‌ها از 1483 تا 1512 میلادی حکومت در شهر کلات به دست سرداران رند میفته. اما بعد از سرداران رند بار دیگه میروانی‌ها از 1512 تا 1530 میلادی حکومت رو به دست میگیرن که شروع این حکومت با میربرجان خان پسر میر عمر خانه که طبق توضیحاتی که ارائه دادیم میربرجان خان خیلی علاقه به حکومت نداشته و به همین دلیل پایان حکومت میروانی‌ها خیلی زود فرا میرسه. نهایتاً دوباره کمبرانی‌ها از 1530 تا 1666 میلادی حکومتی رو با پادشاهان مختلف کمبرانی داخل کلات ایجاد میکنن. در سال 1666 میلادی کمبرانی‌ها با تغییر نام قبیله‌شون از کمبرانی به احمدزهی سلسله حکومت خانات کلات رو تشکیل و به قدرت میرسونن که این سلسله تا سال 1955 میلادی قدرت رو نه تنها در شهر کلات بلکه در سایر مناطق بلوچستان هم به دست میگیره و حکومتی شناخته شده برای اکثریت بلوچستان به حساب میاد، نه فقط شهر کلات. در واقع در سال 1661 میلادی زمانی که میر احمد خان کمبرانی قدرت رو در کلات به دست میگیره اون موفق میشه تمامی قبایل و جمعیت‌های ساکن در شهر کلات رو با خودش متحد بکنه، چرا که این اتحاد برای دوام و ثبات حکومت لازمه. گروه‌های مختلفی که در واقع در اون زمان در شهر کلات ساکن بودن عبارتند از قبایل کوچ‌نشین و جنگجوی محلی بلوچ یعنی براهوی‌ها، خصوصا دهقانان و زارعینی که داخل کلات ساکن بودن که به اونها دهباری‌ها میگفتن، همینطور بازرگانان داخل شهر کلات که هندوها و پشتونها رو شامل میشن و سایر افراد پراکنده که تمامی این اقشار گوناگون نهایتاً به توافق میرسن حکومت خوانین احمدزهی رو داخل شهر کلات به رسمیت بشناسن تا زیر پرچم حکومت اونها به اهداف مشترک دست پیدا کنن. در واقع میر احمد خان بعد از اینکه به قدرت میرسه اصلاحات زیادی رو انجام میده. اون قبل از هر چیزی تشکیلات قبایلی جدیدی رو در بلوچستان و خصوصا شهر کلات ایجاد میکنه. یعنی قبایل بزرگ رو به قبیله‌های کوچکتر و واحدهای کوچکتر تقسیم میکنه. میر احمد خان علاوه بر این یک مجمع از اتحاد تمام قبایل هم ایجاد میکنه که در صورت نیاز بشه از این مجمع که شامل تمام قبایل میشه استفاده کرد. همچنین اون در زمینه حقوقی شورای بزرگان جرگه رو تشکیل میده تا در خصوص مسائل مختلف و اختلافات بین مردم و حکومت تصمیم گیری بکنه. همچنین اون پس از تشکیل و پایگذاری حکومتش گسترش قلمرو رو از اولویت‌های حکومتی خودش تعیین میکنه. اما در رابطه با دهوارها و کشاورزهایی که داخل شهر کلات ساکن بودن، هنری پاتینجر در کتاب مسافرت سند و بلوچستان میگه که دهوارها یا دهقانان از اعضای جامعه اصلی و مؤسس کلات به حساب میاد. همچنین میگه که این مردم در قسمت‌های مختلف سرزمین کلات زندگی میکنن و به زبان دهواری که گویشی از زبان فارسی به حساب میاد صحبت میکنه. هنری پاتینجر پیشه اونها رو کشاورزی میدونه و همینطور میگه که اون دسته از دهوارها که در کلات یا حول و حوش شهر کلات به سر میبرن موظفن بدون دریافت حقوق و دستمزد خدماتی رو به خان کلات ارائه بدن.
این خدمات هم عبارت است از تهیه آب و سوخت و علوفه و غلات و نامه‌رسانی و قاصد بودن برای حکومت. اما در ازای این خدمات مزایایی رو هم دریافت می‌کردن، چرا که این دهوارها زمین‌هایی رو بدون پرداخت مالیات و پول تحویل می‌گرفتن و همچنین محصولاتی رو که برای فروش به بازار می‌آوردن هیچ عوارضی بابت فروشش به حکومت پرداخت نمی‌کردن و در واقع یه جورایی معاف از مالیات بودن. همچنین حق داشتن گله‌های خودشون رو در مزارع و مراتعی که متعلق به کسی دیگه نیست به صورت رایگان بچرونن. خدماتی که اونها به حکومت ارائه میدادن در ازای معاف از مالیات بودن و عدم پرداخت عوارضی بوده که به اونها اعطا شده بود و اینطور بود که با به وجود آمدن این سیستم هم حکومت از پرداخت نیازهای خودش میتونست بر بیاد و هم مردم زندگی بهتر و راحت‌تری داشتن. اما در واقع در سیستم حکومتی خانات کلات خان اعظم از قدرت مطلق برخوردار نبوده هیچ وقت، چرا که خان اعظم همیشه به قبایل کوچک و بزرگ وابسته بوده برای تأمین نیروی نظامی خودش و در واقع هر زمانی که خان اعظم نیازمند کمک نظامی بوده با اطلاع دادن به سردارها نیروهای نظامی اونها رو فرا میخونده و در این زمان بوده که سردارهایی که از اون حمایت میکردن به همراه افراد نظامی که در قبیله خودشون داشتن برای کمک خان می اومدن و خان بدون کمک بخش اعظمی از این سردارها هرگز نمیتونسته قدرت خودش رو تثبیت کنه و همیشه نیازمند این بوده که رضایت تمامی سردارها و یا اکثریت این سردارها رو یه جوری به دست بیاره. البته اگه میخواسته در قدرت بمونه و قدرت خودش رو تثبیت کنه نیازمند این بوده که سردارها و قبایل رو راضی نگه داره، چرا که در صورت عدم رضایت اونها از حمایت خان امتناع میکردن. علاوه بر این خان اعظم موظف بوده در تمامی امور ابتدا با سردار سراوان و سپس سردار جهلاوان مشورت بود. اما سراوان و جهلاوان اصلا کجا هستن؟ سراوان و جهلاوان در واقع دو منطقه مهم و حیاتی در تاریخ خانشین کلات بود به حساب میاد. سراوان به مناطق و شهرهایی گفته میشه که در سمت بالای کلات واقع میشد، یعنی مناطق مستونگ، منگوچهر و کویته، و جهلاوان هم مناطقی گفته میشه که در قسمت پایین دست کلات قرار میگرفتن، یعنی مناطق خزدار، زهری و مناطق اون حوالی. و خان اعظم هم موظف بوده قبل از انجام هر تصمیم مهمی ابتدا با سردار سراوان و سپس با سردار جهلاوان مشورت کنه، چرا که این سردارها بودن که با حمایت خودشون قدرت خان رو افزایش میدادن و چنانچه سردارها راضی به انجام کاری نمی شدن خان هم قادر به انجام اون کار نبوده. و در واقع میشه گفت که این سیستم حکومتی یه نوع سیستم حکومتی خاص برای جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نقطه بوده و همواره خان رو مجبور میکرده که علاوه بر مناطق مرکزی و پایتخت به سایر منطقه ها هم توجه بکنه و توجه لازم رو داشته باشه، چرا که اگه اونها ناراضی باشن دست از حمایت خان برمی‌دارن و در صورتی که بخش اعظمی از قبایل دیگه خان رو حمایت نکنن خان هم در واقع قدرت خاصی نداره و قدرت خان در این نوع سیستم حکومتی بسته به همین حمایت و مخفولیتی بوده که در سرتاسر قبایل و بین اکثریت داشته و بدون این مقبولیت قادر به انجام هیچ کاری نبوده. البته نمیشه گفت این نوع حکومتداری بی‌نقص بوده، چرا که ما وقتی خان و یا قدرت اول یک حکومت رو تا این حد وابسته به سایر افراد قرار بدیم و قدرت اون رو کم کنیم تفاوتی رو هم طبیعتاً باید برای این کارمون در نظر بگیریم که نهایتاً بعدها در جاهایی سلسله خانات کلات به واسطه این نوع سیستم حکومت داریش متحمل میشه و مشکلاتی براش به وجود.
در واقع نوع حکومت خانشین و نظام حکومتیش بیشتر از هر چیزی متکی بر حمایت قبایل و سران قبایل و همچنین ریش‌سفیدان منطقه‌ای بوده. علل خصوص سرداران مکران، خاران که بر حسب ضرورت موظف بودن با نیروی نظامی و سایر مواردی که از دستشون برمیاد در خدمت خان باشن. خان هم البته به تناسب خدماتی که هر قبیله ارائه میداده و کمک هایی که به خان میکرده به اونها زمین های کشاورزی و غنایم مختلفی میداده. به طور مثال اگه در جنگی قبیله شرکت داشته و خان رو در پیروزی یاری میرسونده، نهایتا غنایم هم به همون نسبت بین قبایل و اون قبیله تقسیم میشده. و همونطور که گفتیم سران قبایل در حکومت خانات کلات علاوه بر اینکه خان رو به عنوان حاکمشون قبول داشتن، همچنین به عنوان رهبر قبیله خودشون همیشه در مدیریت عمومی حکومت و همچنین به عنوان مشاوران قانونی در اداره حکومت به خان کمک میکردن. همچنین در رابطه با سازمان‌های اجتماعی و قضایی در حکومت خانات کلات میتونیم اینطور توضیح بدیم که در واقع از اونجایی که این سلسله و این حکومت از قبیله‌های زیاد و قبیله‌های کوچ کننده تشکیل می‌شده، هر قبیله یک سیستم قضایی داشته که البته این سیستم قضایی به رهبری سردار قبیله تشکیل می‌شده برای حل و فصل اختلافات و علاوه بر سردار سایر بزرگان و ریش‌سفیدان قبیله هم در قضاوت دخالت می‌کردند. اما این برای زمانیه که اختلافات درون قوم و قبیله به وجود میاد که یک شورایی از بزرگان و سردار قبیله به اون اختلاف رسیدگی میکنن. اما اگه اختلافی بین دو قبیله و یا چند قبیله رخ میداد، اون وقت بود که برای حل این اختلاف شورای متشکل از بزرگان این چند قبیله و همچنین در مواردی حتی با حضور و ریاست خود خان اعظم برگزار میشد و این شورا به اختلافات در اون زمینه رسیدگی میکرد. یعنی به واسطه بزرگی اختلاف ترکیب اعضای شورایی که این اختلاف رو قرار بود حل کنن تغییر میکرده و هرچه اختلاف بزرگتر میشده افراد بیشتر از قبایل بزرگتر و معتبرتری داخل این شورا شرکت میکردن و اگه مشکل خیلی بزرگ میشده خود خان اعظم ریاست این شورا رو بر عهده میگرفته و به حل اختلافات رسیدگی میکرده. اما این سیستم حکومتی خانات کلات تا پایان این سلسله ادامه پیدا نمیکنه، بلکه با افزایش نفوذ و تسلط انگلیس بر بلوچستان این ساختار قضاوتی کمی دچار تغییر میشه و در این رابطه سر رابرت سندمن که از افسران بریتانیایی به حساب میاد میگه که در اواخر حکومت خانات کلات نوعی شورای شاهنشاهی به وجود میاد که در اون فقط سرداران قبایل و اشراف زادگان میتونستن حضور پیدا کنن و به حل اختلافات رسیدگی کنن و سایر ریش سفیدان و بزرگان قوم که از اعتبار خاصی بین مردم برخوردار بودن نمیتونستن به واسطه حمایت مردم به این شوراها راه پیدا کنن، بلکه فقط اشراف زادگان و سردارها. و همچنین سر رابرت سندمن اینطور میگه که تنها کسی که میتونست حکم این شورا رو مورد بازبینی قرار بده نماینده انگلیس بوده و کس دیگه ای توان این کار رو نداشته. همچنین این شورای جدید میتونسته مالیات و عوارضی هایی رو هم بر مردم وضع کنه که توسط سردارها این مالیات ها اعمال میشدن. اینجا ویدیو ما به پایان میرسه، اما سلسله خانات کلات همچنان موارد ناگفته زیادی ازش باقی میمونه که ما داخل این ویدیو به واسطه اینکه زمان ویدیو طولانی میشه نمیتونیم به ادامه این سلسله و توضیحات اون بپردازیم. اما نهایتاً داخل ویدیو بعد حتما این موارد رو بهش میپردازیم و اونها رو توضیح میدیم.